سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. پنجره افغانستان را بیننده هستین و من اشما معصومی باز هم در خدمت شما هستم. دوستا، امروز خواستم تا یک برنامه جدید و متفاوت براتون داشته باشم، البته از آبادی های اخیری که در شهر کابل صورت گرفته. شما حتما شاهدش هستین که در بسیاری نقاط شهر کابل بسیاری بازسازی ها و سرک ها و چهارراهی ها صورت گرفته و امروز هم ما آمدیم به یکی از سرک ها که البته جایی که فعلا ما قرار دارم قبلا یک کوچه بود که خانه ها بود اطرافش، بلند منزله ها، خانه های که همشهریان ما زندگی میکردن و امروز به خاطر اینکه سرک پل سوخته کابل را میخواین به سرک پل سرخ وصل بسازن، این خانه ها تخریب شده و این سرک طول و عرضش چقدر است، مصارف چقدر است و ای که مردم چی نظر دارند در مورد از این بازسازی. بیننده برنامه باشین. ما هم همین قسم میریم به طرف پیشتر، چون اونجا موترهای انجینیرها هستن، کار را اونجا آغاز کردن و صحبت ها را می داشته باشیم. شما چند تصویر ببینید. و فعلا هم پیش از اینکه با انجینر سایبا صحبت ها رو داشته باشیم، یک هموطن ما اینجا هستن، برادر ما که همینجا در همین منطقه زندگی میکنن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ صحتمند. میشه معرفی داشته باشین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خالد وحدتیار هستم، یکی باشنده این منطقه. محمد خالد جان، میشه بر ما بگویی که خانه خودت در این منطقه است؟ بسیار خوب. آیا خانه خودت هم تخریب شده؟ شده. چقدرش؟ تمام اومده بود در روبروی خانه ما از بین رفت دیگه. سرک اومد در پیاده رو 2 متر میه. 2 متر. حتما از اولی گرفته. از اولی. خانه ما دادم راه بود، می خانه رفتم. خب میشه که بر ما یک معلومات بدی، چون خودت باشنده همین منطقه هستی، قبلا اینجا چه قسم بود؟ تا جایی که من معلومات دارم که کوچه بود، خانه ها بودن. میشه خودت معلومات بله، اینجا کوچه خورده بود، آماده بود، بس کوچه بود اینجا، خانه ها اینجا بود. راه رو اما پیاده رو اونجا بود، لب دریا بود، مستقیم میرفتیم اون رقم رد میشدیم در خود پل دیگه. نقشه که آمد دیگه خانه از بین رفت، خانه های ما هم کوچه هم رفت دیگه. خانه های ما هم 2 متر رفت. 2 متر رفت. بله، از اون سر تا آخر 2 متر رفت دیگه تا آخر. و خانه هایی که سمت بود تمامش رفت. تمامشون رفت. این خانه هایی که روبروی ما بود هم تمامشون رفت. و بلند منزله هم حتما رفتن در نقشه. بلند منزله در این منطقه چی نبود، پیشترک بود، روبرو بود و از بین رفته. خب نقشه است دیگه، نقشه به. و موضوعی که این خانه هایی که تخریب شدن یا در نقشه رفتن، باز موضوع اینا را از طرف شارواله چگونه شد؟ شارواله دیگه همین کسایی که خانهش روبرو رفته بود در جریان بودن دیگه، میگفت خساره میتیم و ما دیگه ما هم دنبال خساره نگشتیم، چون 2 متر رفته دیگه. ما هم دیگه نه اومدن اینجا که چی مسئله خساره معلوم شوه. فعلا دیگه ما چیز نگرفتیم. فعلا نامعلوم است. نامعلوم است. و خودت در مورد از این سرک چی نظر داری، از این بازسازی و آبادی که در کشور صورت میگیره؟ از نامش معلومه بازسازی بهترین چی جور میشه دیگه. ما خیر راضی هستیم دیگه، شکر خدا بخیر. همین سرک خلاص شوه، پیاده رو جور شوه، کشور ما جور شوه دیگه. ما چی میخوایم؟ و کدام پیام اگر داشته باشه؟ یک مسئله کاروبار میمونه، ان شاء الله جور میشه دیگه. مردم ما که در خارج رفته، تجارای ما که پس دوباره بیاید سرمایه گذاری کنه، تنها دولت نمیتونه، باید تجاران باشه سرمایه گذاری کنه. کار به سیستم خیلی خوبه، راضی هستیم. مگر موضوع کاروبار کمه که بیشتر شوه دیگه، ادامه پیدا کنه، مردم دوباره بیاید به کشور ما دیگه. پیام خاصی ندارم دیگه. و این سرک به کدام طرف امتداد یافته؟ این سرک از پل سوخته از خود چهارراهی شروع شده، راست هم میره پل سرخ. بله. پل سرخ میره.
خیلی سرک خوبه، مردم خیلی خوبه، ازدحام نمیشه، قانون جور میشه، محیط باز میشه، خیلی خوبه. بسیار تشکر میکنم. زنده باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بله هموطنا بیننده باشین. ما هم همین قسم که براتون گفتم در اول میریم به طرف انجینر صاحبا، ادامه برنامه رو بیننده باشین که هموطنای ما دیگه چی نظریات دارن، چی انتقادات دارن و چقدر راضی هستن از این بازسازی و آبادی. بیننده برنامه باشین. دوستا بیننده برنامه هستین و فعلا هم به طرف انجینر صاحبا روان هستیم. شما میتونید در تصویر ببینید که این قسمت سمت است که دریای کابل است و قبلا پیش از اینکه بازسازی سرک آغاز شود از این قسمت رفت آمدشان بوده که این طرف کوچه بوده و اون قسمت ها میبینید خانه های است که تمامش تخریب شده. خانه هایی که پشت سرش بوده فکر کنم قسمی که برادر ما گفتن 2 متر از این خانه ها در نقشه رفته و خانه هایی که پیش روی بوده تمامش رفتن، به شمول آپارتمان هایی که بلند منزلا بودن تمامش رفتن و فعلا هم کار جریان داره. ما میتونیم از اینجا ببینیم، شما هم در تصویر انشالله میبینید دوستا، کار جریان داره و تقریبا در حدود تا جایی که معلومات پیدا کردم از 1 سال بیشتر کار بازسازی سرک آغاز شده و ای که تا چی زمان را ادامه خود داشت بیننده باشین که صحبت ها را باز ببینیم. خب هموطنا برادر ما که اینجا فعلا مصروف کار هستند در بی سرک همراه ما هستن. سلام علیکم. سلام همشیره، خوب هستین؟ تشکر. میشه اسم مبارک تو بگویید؟ اسم زکیم شاه امیری. بسیار خوب. میشه بر ما بگوین امیر صاحب که چی مدت میشه کاری سرک آغاز شده و خودت چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ کاری سرک مدت 2 ماه میشه که شروع شده و خودم 1 هفته 2 هفته میشه که مصروف کار هستم اینجا. بسیار خوب. تخریب از کدام زمان آغاز شده؟ تخریب دقیقاً یادم نیست، دیگه 3 ماه را در بر میگیره. بسیار خوب. میشه بگی در حدود چند خانه بود که در این قسمت خانه هایی که بود تخریب شده؟ در حدود 100 خانه تخریب شد. 100 خانه تخریب بله. شد. چگونه بود رفتار مردم و کسایی که خانه هایشان تخریب شده همراه شما؟ خب در که این کار شخصی کس نیست، پروژه عامل منفعه است. هر کی عامل منفعه را خوش داره که پروژه توسعه یافت کنه، سرکات توسعه یافت کنه، سهولت به مردم فراهم شود. و خودت چی نظر داری در مورد سرک که هم کار میکنی و هم یکی از شهروندان شهر کابل هستی؟ والا ما بسیار خوشبین هستیم. میگه حدیث شریف است، میگه ایمان بیشتر از 72 شاخه داره که بزرگترینش کلمه طیبه است، لا اله الا الله محمد رسول الله، کوچکترینش یک سنگ از راه پس کردن. این که هم نفقه رزق و روزی حلال به دست میاریم و هم خدمت. شاعر میگه خدمت به وطن یگانه پیمان من است، آبادی وطن بهتر از جان من است. از این چه بهتر؟ و خودت میخوایی که در آینده ها مگر چنین پروژه های باشه میخوایی همکار باشی؟ 100%. بسیار خوب، تشکر میکنم. سلامت باشید. بله هموطنا، قسمی که در تصویر میبینید کار سرک پل سوخته جریان داره. هموطنای ما در حال کار هستند، هر کدام کار مختلف را انجام میتن و بینندای عزیز جای خوشبختی و خوشحالی است که امروز کشور ما به طرف آبادی روان است و هر طرف و گوشه شهر کابل را میبینیم که آباد میشه، به خصوص چهارراهی ها و سرک ها و انشالله که این آبادی همیشه ادامه داشته باشه. قسمی که شما میبینید در تصویر مصروف کار هستند و ما هم به دنبال
مسئول شاروالی هستم که پیدایش بکنم و صحبت ها را همراهشان داشته باشیم در مورد از این سرک و نظریات هموطنای ما همچنان هست. در برنامه با ما همراه باشید که ببینیم مسئول شاروالی محتوای ارزنده از این پروژه را به ما حاجی صاحب که با ما هستن فعلا. سلام علیکم. سلام علیکم. میشه اسمتان بگید؟ اسم سید آقا میرزاد. سید آقا میرزاد. آقا صاحب بر ما بگید شما حتما باشنده همینجا هستید. بله بله. خانه‌ای که در نقشه رفتن در حدود چقدر خانه بودن؟ والا در حدود یک 200 خانه شده بوده باشه اینجا. چگونه بود رویه مردم، استقبال مردم به خاطر بازسازی سرک، همچون کسایی که خانه‌هایشان تخریب شد؟ والا او کسایی که خانه‌هاشون که از بین رفت یا فرنزول زیر نقشه آمد واقعا طبعا متاثر شدن دیگه. منتها دیگه مردم اکثریت مردم خوش است. سرک که آبادی است. از اون پیش که بود طرف فلسفه رابندی بود، حال مردم بسیار برای مردم سهولت میشه که سرک جور شه. شما که در این منطقه زندگی میکنین، آیا کاروبار شاروالی و همین بازسازی سرک مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ والا نه، سرک مزاحمت ایجاد نمیکنه، چون این سرک بود مردم از این طرف قدر عبور مرور نمیکرد. حالا فرض مثال دو طرف بدیلش هست، از اون مردم میگذره و طرف میره. خاطر برای مردم مشکلات تو و سر صدای دستگاه و اینا چطور؟ والا دستگاه روز قدر تاثیر نداره، شب آرام هستن دیگه. مردم دیگه قدر تاثیر نمیکنن چون ساعت. چی احساس دارین شما که امروز در شهر کابل و در کشور ما آبادی ها رو به افزایش است؟ والا طبعا دولت امارات اسلامی که بود است فعلا راستی زیادتر توجهش طرف همین سرک ها است که سرک ها جور شوه همه برای مردم که جایی که ازدحام است مثال از بین بره، برای مردم یک سهولت بار به مردم خوش است، استقبال میکنه مردم. و شما چطور؟ ما هم خوش هستیم، ما هم بخیر که این سرک جور شده دیگه، طبعا خوش هستیم دیگه. و چی گفتنی دارین برای مردم و به خصوص برای شاروالی که بجز این سرک بعضی سرک های دیگه هم است که مثلا به خاطر آبادی اونا چی کارهایی انجام میدن؟ والا او جایی که زیر نقشه است فرض مثال و باید شاروالی محترم باید زودتر کارش آغاز کنه که مردم هم کسایی که فرض مثال چون شهر کابل پایتخت است باید آبادی باشه، سایی که فرض مثال به نقشه است به نظمی باید از بین بره، نقشه باشه بسیار خوب است برای مردم خوش است، استقبال میکنه. تشکر میکنم. قابل تشکر. بخیر باشید، زنده باشین. خداحافظتان. بیننده‌های عزیز، ما هم میریم به طرف کار، میبینین که جریان داره و کم کم این سرک به طرف آماده شدن و پایان از این پروژه. یکی از هموطنای دیگه ما باشنده همین منطقه با ما هستن. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر. تشکر. سلامت باشین. ما در خدمت. اسم مبارکتان؟ عبدالمعروف. آجی صاحب میشه بر ما نظرتان را در مورد این سرک بگویید؟ والا سرک سازی خو یک کار خوبی است که سرک ها در اعمار شود. سرک یک بخش عمده شهر است و سهولت ایجاد میکنه. همین قسمت که شما چیزا میبینین خاطر رفع مشکل مردم خیلی یک کار نیک است، کار خوبی است که سرک های مار شود و فایده از این سرک هم فکر کنم همی است که از ازدحام جلوگیری. بله ببینین سرک گلای دواخانه را که بسیار ازدحام زیاد است و اونجا مریض است، یک چیز در میمانه بسیار برش مشکل است که در وقت معین در شفاخانه باید برسه. سهولت سرک همی است که انسان با وقت و زمانی که میخواد یک جای برسه و یک کار نیک است، کار خوبی است دیگه. منتها یک تعداد فامیلایی که متضرر شدن تا که متضرر نشی اعمار نمیشه یک جای دیگه. شاید که برشان حتما امارات اسلامی جایی را در نظر گرفته باشند، برشان در بدلش
پول داده باشن یا هر چی که داده باشن او را ما آگاهی نداریم. خب شما اگر معلومات داشته باشین خانه هایی که تخریب شده، فامیلایی که اینجا بودن، اینا به کجا رفتن فعلا؟ والا خب فعلا خب برشان جای دادن و اکثرشان در خانه کرایی یا جایی که دوست و قوم و خویشان از رفتن دیگه، همگی هر کس یک جایی برای خود پیدا کردن دیگه. منتها فکر کنم که امارات تا بالا برشان چیزی نداد. اگر یک مقدار پولی را که ما از خبر داریم با پول برشان داده، اما جای و نمره برشان تا بالا فکر کنم که ندادن دیگه. ما تا جایی که آگاهی داریم. از کسایی که اینجا خانهشان تخریب شد کسی را میشناختین که مثلا ناراضی بوده باشه از این اقدام؟ والا اکثریت خود کسی که طبعا که خانهش خراب میشه همگی ناراضی از دیگه. او گپ معلومدار است که هیچ کس نمیخواد تا یک گنجشک نمیخواد خانهش خراب شوه دیگه. باز زمانی که بازسازی میشه در شهر اعمار میشه تا که تخریب نکنی آباد نمیشه جایی دیگه. اگر بخوایم به این شکل بانه دیگه میمانه، کسی پش نمیگرده. طبعا دیگه کسی که خانهش خراب میشه چپه میشه ناراضی هستن، ناراضی میباشن، اما دولت هم مجبور است دیگه، باید که اعمار بکنه، باید که سرک‌ها جور شود تا چه وقتی قسم بانه. تشکر میکنم. سلامت باشید. تا فعلا یکی از کسایی با ما هستن که البته یکی از خانهایی که تخریب شده و در نقشه رفته فعلا روی از او کار میکنن تا دوباره یک چیزی از او جور کنن. سلام علیکم. سلام علیکم. خانده نباشه. خوب هستین؟ اسم مبارک تو؟ سلامت باشه. قربان شما. اسمتان؟ اسم ما سالم. آقای سالم، میشه بر ما بگی که فعلا مصروف کار به می خانه هستی؟ مصروف دینمیزی خانه مصروف کار است. یعنی تازه یک ماه میشه که کارای شروع شده، می کاری ساختن ازی دیگه. پارسالی را تخریب کرده بودیم دیگه، این ماندین مدت یک سال میشه که تخریب شده بود، تانوز اجازه نمیداد به خاطری که سرک نامعلوم بود. اینال تازه اون سرک معلوم شده که این تا اینجا سرک است، از این طرف خانه است نه. بله. باز این مال تازه ای رو بخاطر جور کردن شده، اون منزل تا منزل دویش جور شده. بعد از اون منوایش مانده دیگه چی رقم. این از اون زمانه که سرک شروع شده بوده، از اون زمان تخریب شده. پارسال اینمی اول سرکی که میچه شده بود تخریب شده بود دیگه. یه قدر دیر اینمی رقم مانده بود. دلیلش چی بود که در قدر دیر هم قسم مانده بود؟ دلیلش به خاطر میگه سرک نامعلوم است، یا شاید 1 متر پشت سر بره یا 1 متر پیش روی بیانه. ایره گفته بود اگه جور میکنی جور کو، مقصد به خاطر که نامعلوم است سرک، به خاطر امازی این تال خورده که تا که معلوم نشه سرک، به خاطر این باز در سر از هم که پارسال و نقشه ای که بود امسال نیم متر پشت سر باز رفته گونجا. نیم متر دیگه هم رفته. در کل چقدر از این خانه در نقشه رفته؟ یعنی خانه ازی همون سال جمهوریت ما ایره جور کردن ما کرده بودیم دیگه. یعنی خانه ازی بود 8 متره. یعنی خانهش این از 8 متر شاید اونم 1.5 متر 1 متر باقی مونده دیگه. باقی موندهش در نشه رفته. غیر از اینکه یک اولی هم اینجا داشته شاید یعنی تا میزی چیزای جوی هم اینجا بوده اصلی اولی از یا تقریبا شاید یک از نیست کمتر از نیست کمتر رفته. یعنی اولی از نیست کمتر رفته دیگه. یعنی خانهش که تخریب شده یعنی یک خانه حدوداً 5 متر 5.5 متر از این خانه کسر شده به خاطر که نقشه. بر علاوه از اینکه در این بخش مسلکتان از کار میکنین، به حیث یک شهروند نظرتون درباره از سرک و بازسازی ها چیه؟ درباره از اینکه ما بسیار خوشحال هستیم. خب اصلا اگه یک نفر کدام ضرر دید شاید 100 نفر دیگه فایدهش هم ببینه نه. به خاطر از اینکه خب خامخا در جای بنقشه معلوم داره یک ضرر میبینه یک دیگه فایده میکنه. مثلا دیش باز فایده عموم است، ضرر از یک نفر دو نفر است. یکی خوشحال است دیگه کلگی به خاطر اینالی وقت راه ندار سال راه شد اگه اینمی که برش ماندم از او خانه وقت شاید بهتر باشه. اینمی ارزش هم شاید بلندتر، ارزش هم بالا رفته، لب سرک میشه، لب سرک هم شده دیگه. اینمی چیزی که شده فایدهش برای از هم بیشتر رسیده.
خامخا رفته، یک نصف اولیش رفته، به خاطر امیال یک نصف اولیش مانده، فایدهش هم زیادتر شده هنوزه. دیگه خوشحال هستیم به خاطر از اینکه کلگی مردم راحت شده، ملت که راحت بود کلگی راحت. سلام علیکم همشهر، خوب هستین؟ صحتمند. کاکا جان بر ما بگین که نظر شما نظر به این سرک به خاطر بازسازیش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما عبدالصمد بیات از ولایت غزنی، باشنده فعلی پل دکتر میدی می باشیم. مدت یک سال یک و نیم سال میشه که از شورای مزاری تخریب کرده، نقشه آمده تا سایه پل جمهوری. فعلا کار جریان داره، مدت 2 ماه 3 ماه میشه کار خوب سری جریان داره و دید میبینین دیگه خانه های مردم رو چپه کردن و یک 5 طبقه خودم در این ساحه داشتم، اون دختر خانه میره، همشهریم فعلا اونجا میشینه و خودم هم فعلا مهاجر ایران هستم. از ایران آمدیم که یک چیزی پیسه بده و پس دوباره یک خانه بر خود درست کنیم و زندگی خود پیش ببریم. فامیل در ایران است؟ فامیل خود ایران بردیم، مدت 1 سال میشه در ایران است و خودم آمدیم از خاطر این تخریب خانه وعده کردن شهروالی و نایه که پول میتیم برای شما و یک تعداد مردم پول خود گرفته و یک تعدادی که باقی مانده اسنادش ترتیب شود پول خود میگیرد دوباره بر زندگی کنیم یک جای خانه. وقتی که تخریب شروع شد فامیل اینجا بودن یا نه؟ خودم ما گفتم یک 5 طبقه داشتم، همین 4 طبقهش به مردم گرو داده بودم، یک طبقهش خودم میشیشتم، خانم که تخریب شد باز فامیل خود بردم در ایران. مهاجر شدن؟ مهاجر ایران هستم فعلا. متاسفانه که ایران هم اوضاع خوب نیست. اوضاع ایران هم فعلا خوب نیست، مردم هم میکشه و خود ما اینجا هستم، فامیل فعلا در ایران است. دیگه زندگی رو تیر میکنیم دیگه، ببینیم چی میشه، قسمت چی میشه. چی وعده داده شهروالی به کسایی که خانهشان تخریب شده؟ آیا برشان نمره میته یا پول؟ همین تخریب خانه را خب به یک تعداد مردم پول داده. 74 خانه در نقشه رفته، یک 30 خانه شاید پولی خود گرفته باشه و یک دیگه باقی ماندهش هم اسنادش ترتیب است. در شهروالی و نایه اینجا خلاص کرده، اونا که خلاص شد پول ما را چک میتن که از بانک جهانی برین هم پولتون بگیریم. و این پول که اختصاص دادن برای فامیلا یا خانه هایی که تخریب شده چقدر است؟ آیا ارزش همون را داره؟ خودی ما 3,06,000 دمی خانه مصرف کردیم و فعلا فکر میکنم که میگن که 80,000 دلار تخریب خانه را میته و پول زمینه تثبیت نشده. بعضی میگه که 27 لک افغانی میته، بعضی میگه متر 31,000 میته، اونمو تا بالا بر ما روشنی نشده که چند میته معلوم نیست. پول زمین را جدا میتن و از خانه را پول زمین جدا میته و پول خانه را جدا. از 30 فامیل هم داده شده؟ از تعداد 30 فامیل از پل سوخته شروع تا پل جمهوری ده که تخریب شده، تعداد 30 فامیل 35 فامیل هم تا بالا پول خود به دست آورده. انشالله که از تمام فامیل هم پرداخت شود پولشان. و نظرتان درباره سرک چی است که آیا خوب است چون این پروژه ها به خاطر کشور ما؟ نظر ما خوب است که سرک های ما جور شود. فعلا امنیت است در افغانستان، دزدی و گپا از صاحب بسیار دزدی بود، فعلا دزدی نیست. یک چهارراهی به اسم چهارراهی مزاری بود، اونو را تخریب کردن و چهارراهی خیلی کلان بود و مردم باید با این مایس نشود. چهارراهی زیباتر جور میشه، خوبتر جور میشه. چهارراهی های کابل هم بسیاری شدیدم چهارراهی ها را تخریب کردن و دوباره پس زیباتر و خوبتر جور
سپاسگزار شما عزیزا هستم که بیننده برنامه ما بودین و مطمئن هستم که از برنامه خوشتان آمده. قسمی که دیدین سرک پل سوخته که تا اینجا امتداد یافته بود و از او به بعدش هم پل است که پل به چهارراهی پل وحدت میرسه و همچنان کار جریان داره و جای خوشبختی و خوشحالی است که بیننده چنین آبادی ها در کشور خود هستیم. انشالله که موفق باشن و به خوبی و خوشی سرک به پایان برسه تا بیایم باز هم از پایان و افتتاح سرک براتون برنامه داشته باشیم. تشکر میکنم از شما. لایک، فالو و سابسکرایب چینل یوتیوب ما را فراموش نکنین. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد خداوند نگهدارتون.